یک نفر گفت کاش که من عصر رسول الله صلی الله علیه و می بودم. یک مولوی صاحب برجو گفت که خوب است که نبودی، اگر تو با همین عملی که داری دست پیغمبر میبینی تو در جمله منافقا حساب میشی. حالا دست پیغمبر هم کسی که نماز خفتن صبح در جماعت نمی بود ها ور منافق میگفت، مردم منافق بود. وقتی که صف جهاد بسته میشد کسی که در صف نمیرفت تو کی بود؟ منافق بود. وقتی که به خاطر دین الله یک کار میشد یک کس نمیرفت حرکت نمیکرد، پیسه داشت پیسه خود در راه دین الله مصرف نمیکرد، متوجه هستی؟ گفت اگه تو در وقت میبودی امیال خوب است نیمچه مسلمان هستی. وقت اگه میبودی تو هیچ مسلمان حساب نمیشی. همه تو با ایمانشان تو قوی بودن که سبحان الله. وقتی که بخوانید سیرت